خانواده کارتون. این قسمت سلسله افلونیه. در روزگاران کهن 10 روز اول ماه بلافاصله بعد از جیرینگ پیامک واریز حقوق سلسله افلونیه تأسیس می شد. سلطان فلونی و فلون سابانو پادشاه و ملکه این سلسله بودند. آن دو بی حساب و کتاب از خزانه حکومتشان خرج‌های بی خود می کردند. شاست چه داریم؟ سفارش دادم سینی دریایی از آبزیان مدیترانسمون بیارن. پس از سپری شدن 10 روز اول ماه و رسیدن کفگیر به تهدیگ خزانه، پادشاه و ملکه از جایگاه خود خلع شده و به سمت وزارت صنایع مستقرضه و مستخرفه دربار افلونیه منصوب می شدند. ایسا کم آدم بی عقلی پیدا کنیم اینا رو بفروشیم. هنوز اول ما پیما حقوق نمیگیرن، یه عده حقوقشون رو دهم میدن. الان دوری شروع سلطنتشونه. بی ملاحظگی، خوشگذرانی پادشاهان، دسیسه سودجویان و کالای بی خود بیگانگان موجب شد سلسله افلونیه با وجود 10 سال پادشاهی نتوانند کاخ و عرابه بخرند. ما مدتی است که احساس ولخرجی میکنیم و نیاز به استراحت داریم. فرار از قلمرو بدون ساک‌های طلا و آثار باستانی ارزشمند انتخاب شاه و ملکه این سلسله بود. پس از اینکه دوستان و متحدانشان آنها را به قلمروهای خود راه ندادند، شاه و ملکه به خانه پدر و مادرشان دیپورت شدند تا خرج خورد و خوراکشان را بدهند و روزهای فلاکت و بیپولی و بدبخت خاک برسشان تمام شود. اونایی که مدیریت خرج و مخارج زندگی رو بلد نیستند باید یک کارت خدمات پس از ازدواجم از پدر گرامی بگیرن تا 10 روز آخر ماه از گشنگی نمیرن و زندگیشون به فنا نره. 10 روز اول ما شاهزاده رویاهاتم، 10 روز سوم ما هم شاهزاده سوار بر اسب سفید و الفرار.